من سال 81 زمانی که امریکایی‌ها تو عراق حضور داشتن و هنوز اونجا آشفته بود، اول از همه مادرمون اومدن زیارت آقای امام حسین. وقتی که برگشتن از جیبشون به ما پول دادن. ما 3 تا برادر بودیم، یکی از برادرم فوت شدن و مادرم هم به رحمت خدا رفتن 6 سال. گفت باید برید کربلا. بعد که ما اومدیم زیارت، من برگشتم مدتی گذشت، یواش یواش هیئت‌های هفتگی کمرنگ شد، دنبال فوتبال رفتم، یواش از این عرصه اومدم بیرون. آشفته بودم، هیئت‌ها رو می‌دیدم، فرار می‌کردم، وای نمی‌ایستادم، غذا بهم نمی‌رسید، ناراحت می‌شدم، میگفتم چه هیئتیه. به اینجا رسیدم، کار به جای رسید، من دیجی مهمونی‌ها شدم، توی مهمونی‌ها رفتم، راحت میگم هیچ ترسی ندارم چون زندگیش کردم این موضوع. جلوتر به مسیر رسیدم که دوستانی اومدن مسیحی بودن، به من انجیل دادن. من 4 سال مسیحیت رو دنبال کردم. من از مسیر آقا سید خارج شدم، راحت بگم. اما بزرگم ولم نکرد. نمیخوام بگم مرخصی. من رفتم. امام حسین کشتی نجاته، میفهممش، حسش میکنم و هنوز جا دارم برم این مسیر رو. من باید تحقیق میکردم. من بعد 20 سال دقیقاً سال 1401 عاشورای امام حسین اومدم کربلا به دعوتش. نمیدونم چی شد. گفتم که من دیگه تو هیچ بازاری کار نمیکنم، شده بغل خیابون بیفتم. نونی که از سفره آقا عبدالله نیاد من دیگه دهان نمیذارم، آقا نمیخورم. هر لقمه رو بر سر سفره، لقمه سر سفره حسین. و اینکه بعد این صحبتم 1 هفته نگذشت، دوستانی به ما زنگ زدن، گفتن که حسینیه هست داخل نجف، خادم میخواد. دیگه احساس غریبی میکردم تو ایران تا برسم بیام. فقط میگفتم برم، پر میخواستم بزنم. خادم یه حسینیه شدی تو نجف؟ بله، من الان همون دیجی که میرفت تو مجالس آنچنانی میخوند الان کلیددار یه حسینیه تو نجف. همه وسایلمو فروختم، به کارم نمیومد. کار من جارو کردن کفش زهرا و عبدالله. عجب معرفتی. نمردم، گشته نموندم، قانعم. مولا مواظبم. ببینید امام حسین با دلا چی کار میکنه. یه چیزی بهت بگم، یه شغل خوب، درآمد دلاری، ماشین آخرین مدل، اما بهت بگن از نجف برو کلید حسینیه رو بده، میری؟ اصلا. ببین شعاری حرف نزن، با قلبت بگو میری؟ نه. دیدم دیگه، نمیخوام برگردم. دیگه نمیخوای برگردی؟ اصلا. حالم خوشه تو این خاک. تو دعا کن نیاید آن روزی که بخواهد جوابمون بکنه. همیشه میگم شکر میکنم، هیچ موقع فراموش نمیکنم.